سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بازی کلاچ، بازی محبوب ساخت ایران رو با هم تحلیل و بررسی کنیم و معایبش رو هم بگیم. این بازی نسخه مد شده شه که شما میتونید از این طریق مودا رو تغییر بدید، مثلا سرعت، ترمز. خب ما اینجا پارس ELX شخصی سازی شده رو برمیداریم. ماشینا تنوع زیادی دارن ولی گرافیک خوبی اصلا ندارن. قوی ترین ماشین هم لامبورگینی اونتادور هستش. خب بریم برای شروع بازی. شما میتونید ارتقا آپشن زیادی ندارن. شخصی سازی آپشن خیلی زیادی داره. خب شروع میکنیم. این بازی 2 تا زمین داره. یک زمین فابریک که برای خود کلاچه، یه دونه زمینی که برای خود کلاچه ولی شما باید دانلود کنید. ما میریم زمین اصلی. گرافیک پایینی داره همونجور که مشاهده میکنید. مپ بسیار کوچیکی هم داره. حالا باگی هم که هستش، پنوهک بزنی شما میتونی هر چقدر میخوای ماشین رو بالا ببری یا برعکس. و حرکت کنی. شما میتونی به عنوان حمل کننده خود رو کار کنی، به عنوان قاچاقچی و مسابقه بدی که آپشن خیلی کمیه. مپ کوچیکه. همین. شما میتونید بنزین هم بزنیم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. لطفا سابسکرایب و لایک فراموش نشه و فعلا خدا نگهدار.